رادیو لوگوس. سلام، من کیوان مرتضانیا هستم و اینجا رادیو لوگوس. در رادیو لوگوس با شما هستیم همراه با گفتگوهایی درباره ادبیات، هنر، تاریخ و فلسفه. پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من. از تو به حق رسیدم ای حق گزار من، شکر تو را ستادم شمس من و خدای من. مات شوم ز عشق تو زان که شه دو عالمی، تا تو مرا نظر کنی شمس من و خدای من. محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم، شرط ادب چنین بود شمس من و خدای من. حاتم تی کجا که تا بوسه دهد رکاب را، وقت سخا و بخشش است شمس من و خدای من. عیسی مرده زنده کرد، دید فنای خیشتن، زنده جاودان تویی شمس من و خدای من. ابر بیا و آب زن مشرق و مغرب جهان، سور بدم که میرسد شمس من و خدای من. حور قصور را بگو رخت برون بر از بهشت، تخت بنه که میرسد شمس من و خدای من. کعبه من کنشت من، دوزخ من بهشت من، مونس روزگار من شمس من و خدای من. برق اگر 1000 سال چرخ زند به شرق و غرب، از تو نشان کی آورد شمس من و خدای من. برای فقیه بزرگ زمانه و عالم دین و مدرس مهم فقه و اصول، با اون همه شاگرد و طلبه که نقل هست وقتی بر استر هم سوار بوده، گروهی از طلبه هاش به دنبالش روان بودند تا از او سوال بپرسند و گرایشات صوفیانش هم رنگ و بویی متشرعانه داشته. چه اتفاقی افتاد که به عاشقی شیدا و رندی با حالی مستانه و عربده کشانه تبدیل شد و دیگه کاری جز پای کوفتن و جهیدن و چرخیدن و غزل سرودن و خلق معانی جدید و بدیع استوار بر مفاهیم قلندرانه و صوفیانه نداشت. سرودن همین غزل کافیه که بدونیم او به وادی دیگری سفر کرد و دقیقاً بر اساس احوال و اقوال و بررسی آثار خود مولوی که پس از آشناییش با شمس پدید اومدن میشه این نتیجه رو گرفت. سفر او از عالمی به عالم دیگر پس از دیدارش با شمس تبریز.
اما شمس چه کسی بود؟ برای آشنایی بیشتر با شمس تبریز بهتره ببینیم آذربایجان محل تولد او و در زمانه او از تصوف چه بهره‌ای برده بود و از این جهت در چه وضعیتی بود. مولوی در مورد تبریز گفته: ساربانا بار بگشا ز اشتران، شهر تبریز است و کوی گلستان. فر فردوسی است این پالیز را، شعشع عرشی است این تبریز را. هر زمانی موج روحانگیز جان، از فراز عرش بر تبریزیان. تا اونجا که میدونیم نوشتن به فارسی دری پس از رواج نوشتن در ماوراءالنهر و بلخ و خراسان در سایر نقاط ایران هم رواج پیدا میکنه و فراگیر میشه و اهل قلم و اندیشه در تمامی ایران زمین به نوشتن به فارسی دری رو میارن و آذربایجان از نخستین سرزمین های ایران زمین که نوشتن به فارسی دری در اون رایج میشه. زمانه‌ای که ازش حرف میزنیم حدوداً در ابتدای قرن پنجمه. از نمونه ها میتونیم به قصیده قطران تبریزی در همین زمان و در مورد زلزله هولناک تبریز اشاره کنیم و همینطور در نیمه قرن ششم که نظامی و خاقانی در آذربایجان حضور پیدا میکنند که هر دو از ستارگان ادبیات کهن ایران زمینند. طبق اقوال و بررسی تاریخ‌ها دوران جوانی شمس همزمان هست با اواخر عمر خاقانی و نظامی. پس شمس از زبان فارسی به تمامی بهره‌مند بوده، اما عرفا بسیار زودتر به آذربایجان رفته بودند. از ابو اسحاق جوینانی که در نیمه دوم قرن سوم هجری قمری به آذربایجان رفته بود و همینطور مقبره اولیا در تبریز که القاب منسوب به صوفیه دارن. ظاهراً تبریز در میانه قرن سوم تا قرن هفتم مکان و مأمن اولیا و اقطاب تصوف بوده، چنانکه مولوی گفته: به تبریز ار شوی ساکن، زهی دولت زهی رفعت. به سرخاب ار شوی مدفون، زهی روح و زهی راحت. و بعدتر هم که شمس آرزومند این بوده که مولانا رو به تبریز ببره تا مولانا بزرگان و مشایخ تبریز رو ببینه و از نزدیک با اونها آشنا بشه. شمس در مورد تبریز میگه: آنجا کسانی بوده اند که من کمترین ایشانم که بحر مرا برون انداخته است، همچنان که خاشاک از دریا به گوشه ای افتد، چنینم تا آنها چون باشند. در نوجوانی شمس پس تبریز به گفته او دریایی از اولیا و بزرگان رو در خودش جمع کرده بوده. طبق نوشته روزات 70 و گاهی از 72 پیر یاد شده و تبریز رو شهر 70 بابا می دونستند. و دیگر اقطاب اولیاء خراسان که یکی دو بار رو به تبریز رفته بودند، از احمد غزالی تا ابو نجیب سهروردی که پیش امام ممدوح خاقانی در تبریز تلمذ کرده بودند، تا نجم الدین کبری یا همون پیر ولی تراش که برای تحصیل فقه و حدیث به تبریز رفته بوده و خلاصه آن که تبریزی که شمس در اون به دنیا میاد و رشد میکنه تا نوجوانی شهر عرفان و اقطاب و باباها یا همون پیرها بوده. نکته این که بر اساس اقوال پیران خانقاه به گفته خود شمس امی بودند اما عامی نبودند، درس و بحثی نخونده بودند و حتی بر اساس اقوال چند سوره ای از قرآن بیشتر نمیدونستند و یا حمد رو هم به سختی میخوندند، اما همچنان با استناد به اقوال صوفیان درس خونده و مکتب رفته و فقه و حدیثدان توحید و خداشناسی رو به تمامی میشد از اونها آموخت و سر بر آستانشون گذاشت. نکته دیگه این که بعضی از صوفیان علم رو هم حجاب میدونستند و اگر از مشایخ کسی درس هم خونده بود بعد از وارد شدن به تصوف همه رو فراموش میکرد تا درونش صافی بشه و باشه از همه چیز و محل نور تجلی. چنان که گفتیم پیشتر که ابو سعید کتابها نوشته بود و روزی در زیر درختی چال کرد و بعدتر هم گفت که قدم اول در تصوف پاره کردن دفتر و فراموش کردن علمه
و بایزید هم که گفتیم به علما گفت شما علم از مرده میگیرید و من از زنده همیشه پاینده، که ترجمان دیگر این رویداد رو هم حافظ بعدتر چنین گفته انگار: بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. اینجاست که مولوی در سفرش از عالم علم و فقه به عالمی دیگر میگه: دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. بر نبشته هیچ بنویسد کسی، یا نهالی کاردن در مغرسی. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. و خب شاید مردمی بودن و شدن تصوف هم دلیلش همین بود که بزرگان تصوف اون فر و کر و شکوه علما و فقها و اهل مدرسه و مدرس رو نداشتند، و البته دلایل دیگری که قبلا گفتیم، از دوری از پادشاهان و صاحبان قدرت تا دفاع صوفیان از منافع توده مردم. پس شمس تبریز در چنین فضایی تا نوجوانی رشد کرده، در شهری که بزرگان و صوفیانی داشته شوریده و اهل کرامت و امی و مردمی، با وسعت نظری به دور از درگیری‌های رایج و تعصب‌آمیز میان دو مذهب رایج اهل تسنن آن زمان در ایران، یعنی شافعی و حنفی، که کارشون گاه به درگیری و خشونت و کشتار میرسیده برای هیچ، و به گفته حافظ حقیقت رو ندیده بودند. و این همه رفتار تعصب‌آمیز از دل مدرسه هایی بیرون میاد که فقه درس میدادند، شافعی و حنبلی. هرچند بعضی از فقهای پارسای هر دو مذهب از نزدیک شدن به اهل قدرت پرهیز می کردند، اما در اون زمان و زمانه بسیار بودند علما و فقهایی که برای نزدیک شدن به اهل قدرت و قاضی شدن و به دربار رفتن و کار دیوانی رشوه می دادند، به خصوص قضاوت که کاری بالاتر از اون برای فقها و علما نبوده. اینجاست که شمس که خودش هم درس فقه خونده بوده میگه: والله بالله و تالله که این قوم که در این مدرسه ها تحصیل میکنند جهت آن میکنند که مؤید شویم، مدرسه بگیریم تا فلان موضع بگیریم. طلب علم برای لقمه دنیاوی چه میکنی؟ این رسن از بهر آن است که از چه برآیند، نه از بهر آن که از این چه به چاه‌های دگر فرو روند. در مورد شمس تبریز تا کشف مقالات او اطلاع مهمی در دست نبود، چرا که در کتاب‌های ابتدانامه سلطان ولد و رساله سپهسالار و مناقب العارفین هم اطلاع زیادی از احوالات او پیش از آشنا شدنش با مولوی در دست نیست. چنان که در رساله سپهسالار نوشته شده تا زمان حضرت خداوندگار که منظور مولویه، هیچ آفریده را بر حال او که منظور شمس هست اطلاعی نبود و فقط نوشته مسکن ایشان تبریز بود. اما در مناقب افلاکی نام او رو چنین نوشته: مولانا شمس الحق و الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی، که شمس الحق یا شمس الدین که مولانا هم بسیار استفاده کرده ظاهراً لقب او بوده. اما اطلاعات بیشتری که امروز در دست داریم از شمس تبریز رو وامدار کشف مقالات او هستیم که توضیحاتی درباره خودش و خانوادش داده. شمس در مقالات از پدرش گفته که نیکمرد بود و کرمی داشت، پدری که به گفته او لطیف طبع و احساساتی بوده. دو سخن گفتی آب چشم از محاسن فرو آمدی. او خودش رو ناز پرورده دونسته. این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند. از این اقوال میتونیم بفهمیم که شمس در خانواده متوسطی بزرگ شده بوده و در اقوال هست که شغل پدرش بزازی بوده و پدر و مادر مهربانی داشته.
و باز بر اساس مقالات از کودکی حالات عجیبی رو تجربه می کرده، چنان که گاهی غذا نمی تونسته بخوره و به گفته خودش با این وجود احساس سبکی عجیبی داشته. این حالات پدرش رو که به ناز او رو پرورده بوده نگران میکنه. میگفت تو را چه شد؟ پاسخ میشنید مرا هیچ نشد. دیوانه‌ام؟ کسی را جامه دریدم؟ در تو افتادم؟ جامه تو دریدم؟ میگفت پس این چه وضع است؟ میدانم دیوانه نیستی، اما نمیدانم چه روش داری. هرچند راه و رسم تصوف برای مردم اون زمان و پدر شمس غریب و ناآشنا نبوده، اما ظاهراً پدرش نمیتونسته درکی از احوالات شمس داشته باشه، چنانکه شمس در مورد پدرش میگه نیک مرد بود الا عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. احوال عاشق را هم عاشق داند. و همین مسئله هست که شمس رو در نوجوانی از پدر و خانواده جدا میکنه. ظاهراً پدرش او رو گذاشته بوده که فقه بخونه و به مدرسه بره، اما جنس او جنس دیگری بوده و در حصار تنگ مدرسه و دفتر نمی گنجیده. شمس میگه آخر فقیه بودم و تنبیه که کتاب فقه شافعی هست و غیر آن را بسیار خواندم. پدر از من خبر نداشت و من در شهر خود غریب. پدر از من بیگانه بود. دلم از او میرمید. به لطف سخن میگفت، پنداشتمی که مرا میزند. این جملات نشون میده که لطف پدر هم در نظر او دیگه نوعی خشم بوده انگار و توان موندن پیش خانواده رو بیشتر از این نداشته. گفتگوی شمس با پدرش یکی از زیباترین نوشته ها در ادبیات صوفیانه و ادبیات کهن ماست، وقتی که میخواد پدرش رو قانع کنه برای رفتن از پیش خانواده. گفتم یک سخن از من بشنو. تو با من چنانی که خایه بط را زیر مرغ خانگی نهادند. پرورد و بط بچگان برون آورد. بط بچگان کلان ترک شدند. با مادر لب جوی آمدند. در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است. مرغ خانگی است، لب لب جو می رود. امکان در آمدن در نی. اکنون ای پدر، من دریا می بینم. مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از توام، درآ در این دریا، و اگر نه برو بر مرغان خانگی. منطق شمس ظاهراً در پدرش کارگر میفته و پدرش حرف او رو میپذیره، هرچند دوست داشته او برای خودش فقیه و عالمی بشه. در سخنان شمس تبریز هم دلخوری از فقیهان هست که گفتیم بسیاریشون منصب پرست بودند و توجیهگر شرعی ظلم ظالمان، که شمس میگه اگر نور ایمان بودی کی هزار دادندی قضا و منصب بستدندی. کسی دامن زر بدهد از مارگیر ماری بخرد. و هم دلخوری از درویشانی که از تصوف دکان و دستکی ساخته بودند و لاف و گزاف می زدند. اینها نشون دهنده حقیقت جویی و راست اندیشی و راست کرداری شمس هست از همون دوران نوجوانیش. اما شمس درس دین رو پیش شمس خویی که از شاگردان ممتاز امام فخر رازی بوده و تفسیر کبیر امام فخر رازی رو پس از مرگ او ادامه میده پی میگیره.
شمس از او به نیکی یاد میکنه و از فقهای پاک سرشت زمان میدوندش. اما امام شمس خویی به شمس تبریز میگه من از خدا خجل نتوانم شدن، تو را همچنین که خدا آفریده است نیکو. گوهری میبینم بس شریف، نتوانم بر این گوهر نقشی زدن. بر این اساس شمس خویی عالم و فقیه به شمس تبریز میگه که من چیز بیشتری ندارم که به تو بگم. شمس اما دوباره در دمشق و شام به حضور علمای دیگه هم میرسه و ازشون درس و علم یاد میگیره و البته همیشه آنچه رو که براش جای سوال بوده رو میپرسه و گاه مورد خشم استادانش قرار میگیره از پرسش زیاد. از استادان دیگری که نام برده در علم و فقه اسدالدین متکلم بوده که همو برش خشم گرفته در مجلس درس. این دلبستگی به کسب علم و دانش با وجود گرایش او به تصوف تا پایان زندگی او ادامه داره، هرچند شمس تبریز آنچنان که از احوال و اقوال برمیاد تشنه معرفت از هر جا و منبعی، چنان که میگه به فقیهی راضی مشو گو زیادت خواهم، از صوفیی زیادت، از عارفی زیادت، هرچه پیشت آید زیادت. تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خیش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث. این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدم عالم چه خرج می کنی؟ شناخت خدا عمیق است؟ ای احمق، عمیق تویی، اگر عمیقی هست تویی. اشاره شمس به بحث‌های کلامی هست که قبلا بهش اشاره کردیم در مورد قدیم بودن و یا حادث بودن عالم و تکیه و تأکید شمس بر درون و شناخت آدمی توسط خودش. سفر همیشه در اهل تصوف رایج بوده، هم سفر بیرون و طی طریق و هم سفر درون. سفر آدمی از خودش به خودش و مدام در تحول بودن و ساکن نشدن، چنان که خواجه عبدالله انصاری گفته سالک همیشه تشنه است و تشنگی او به آب دریاها فرو نمی نشیند. او تشنه کمال است و کمال هیچگاه کامل نیست. هر کمالی در مقایسه با کمال فروتر کمال است و در مقایسه با کمال فراتر ناقص می نماید. این راه را پایانی نیست و مسافر راه رو دایم از منزلی به منزل دیگر می رود. از همین منظر شمس هم از کسانی بوده که سفر بسیار کرده و یکی از لقب‌هاش شمس پرنده بوده که گروهی در مورد او اشاره به طی الارض داشتند و گروهی به سفر درون. در این سفرها چنان که برمیاد از مقالات شمس معلمی می کرده و ظاهراً روشی رو هم داشته که در طی 3 ماه می تونسته به کودکان قرآن خوندن رو یاد بده و کارهای دیگه مانند طناب بافتن و حتی کارگری ساختمان و گچکاری و از این دست. در این سفرها شمس با کسانی برخورد و ملاقات میکنه، از جمله شهاب حریوه یا شهاب هروی. ارتباط صمیمانه شمس با شهاب حریوه یا هروی نشان از تساهل و عدم تعصب این 2 نفر داشته، چرا که شهاب حریوه عالمی بوده خردگرا و عقلگرا و انبیاء رو مصلحان اجتماعی میدونسته و باوری به معجزاتشون نداشته، اما به پرهیزگاری و تزکیه نفس معتقد بوده و به شمس هم در مدتی که در دمشق بوده بسیار دلبسته میشه و شمس هم به او. بعدتر شمس دربارش میگه خوشکافرکی بود شهاب و اگرچه کفری میگفت اما صافی و روحانی بود. در همین سفرهاست که شمس در حلب با اندیشه های شیخ اشراق سهروردی آشنا میشه، هرچند سهروردی دیگه اونجا نبوده، و همینطور با اندیشه های فخر رازی، همون که قبلتر در موردش گفتیم، و از اختلافی که پدر مولانا با او داشت، و همینطور از دیدار محمد نامی که حدس و گمان بر دیدار با ابن عربی هست. اما از پیران شمس یکی از ابوبکر سلباف یا پیر سلباف یاد شده که سبت باف بوده.
بسیاری از پیران و اقطاب در اون زمان به واسطه کار و دسترنج خودشون ارتزاق می کردند و به نام شغلشون معروف می شدند. نقل هست که بعد از طی کردن سلوک با اجازه از این پیر سلباف به سفر میره. جامی در نفحات الانس برای شمس تبریز 2 پیر دیگر رو هم نام برده: رکن الدین سجاجی و بابا کمال جندی. اما وقتی از شمس میخوان سلسله خودش رو بگه، با لحنی طنزآمیز میگه: ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد از 2 روز بدرد و ژنده شود و پاره شود و در طوفانها افتد و بدان استنجا کنند، بلکه خرقه صحبت. صحبتی نه که در فهم گنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیست. عشق را با دی و امروز و فردا چه کار؟ شمس همچنان که بعضی از عالمان و فقیهان رو مورد نقد قرار میده و اونها رو در اون زمان تزویرگر میدونه، چنان که اشاره میکنه به شراب خوردن پنهانشون و حتی اعتیاد به شراب خارگی 1-2 نفر از اونها، صوفیانی رو هم که در مجلس سماع به بنگ و حشیش برای یافتن حال رو می آوردند و شاهد بازی می کردند رو هم مورد انتقاد قرار میده. در مقالات شمس از اوحدین کرمانی یاد میکنه که در مجلس سماع او پسران خوبروی بودند و اوحد خودش رو نظرباز میدونسته. شمس او رو در مرحله اول مستی که مستی عالم هواست، که البته نه به معنای هوس بلکه نوعی شوریدگی و بیخودیه که نخستین مرحله مستی روحانی دونسته شده، متوقف شده میدونه و معتقده که اوحد به همین دلیل از این مرحله نتونسته گذر کنه و در همین مرحله و مرتبه مونده. بر اساس مقالات شمس به دنبال شیخ و پیر در طلب و سفر بوده. در مقالات شمس نقل میکنه: من خود از شهر خود تا بیرون آمدم شیخی ندیدم. شیخ خود ندیدم هست، الا من به این طلب از شهر خود بیرون آمدم نیافتم. الا عالم خالی نیست از شیخی، شیخ خود ندیدم. الا این قدر که کسی باشد که با او نقلی کنند نرنجد، و اگر رنجد از نقال رنجد. این چنین کس نیز ندیدم. از این مقام که این صفت باشد، کسی را تا شیخی 100,000 ساله راه است. این نیز نیافتم. تا مولانا را یافتم به این صفت. این یافتن آن کس که نقلی کنی نرنجد، انگار که ستایشی بزرگ هست از زبان شمس درباره مولوی. انگار که شمس در درون خودش و استوار بر خودش در حال تحولی مدامه و اون رو به مولانا منتقل میکنه. اما برای بررسی این یافتن گمگشته شمس که اون رو در وجود مولانا میبینه با این کلام، و مولانا که او رو بارها در شعرهاش ستایش کرده، مثل شمس الحق تبریزی ای مشرق تو جانها، از تابش تو باید این شمس حرارت را، باید تا قسمت بعد صبر کنیم. پس تا بعد بدرود. اگر دوست داشتید میتونید برای ادامه مسیرمون به ما کمک کنید. برای این کار فقط کافیه به لینک زیر برید. ممنون.